عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان بینندگان همراه برنامه تحلیل سیاسی روز جمعه 21 آذر 1404 برابر با 12 دسامبر 2025. بیننده کانال یوتیوبی من مصطفی دانشگر هستید و برنامه دیگر از برنامه‌های تحلیل سیاسی روز با عنوان تحلیل سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در جمع مداحان. قبل از آغاز برنامه از حمایت‌های یکایک شما عزیزان بی‌نهایت سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که در کانال یوتیوبی من مصطفی دانشگر سابسکرایب بکنید، کانال رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید، از اونها هم بخواید که در کانال سابسکرایب بکنند. همچنین اگر ویدیویی رو پسندیدید لطفاً لایک بکنید، با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. از اونها هم دعوت کنید که اگر پسندیدند حتما ویدیو رو لایک بکنن. در قسمت کامنت ها هم نظرات ارزنده خودتون رو حتما درج بفرمایید. همه اینها کمک میکنه که پلتفرم یوتیوب این ویدیو رو به تعداد بیشتری از همراهان پیشنهاد بده و دایره همراهان و مخاطبان این کانال بزرگتر و بزرگتر بشه. پیشاپیش از لطف شما و همراهی، همدلی و حمایتاتون سپاسگزارم. اما برسیم به موضوع برنامه. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع مداحان یک سخنرانی رو داشته به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن، البته بر اساس تقویم جمهوری اسلامی که بنده هم به باورمندانی که این روز رو به عنوان روز زن گرامی می‌دارند، هرچند در جهان و به لحاظ بین المللی 8 مارچ روز زن هست، به هر حال هر دوی این مناسبت ها رو 8 مارچ رو پیشاپیش و روز زن رو برای باورمندانی که روز تولد دختر پیامبر اسلام رو به عنوان روز زن گرامی می‌دارند به همه زنان و مادران تبریک عرض می‌کنم. همچنین 8 مارچ رو پیشاپیش به کسانی که اون روز رو گرامی می‌دارند. به هر حال آقای خامنه‌ای سخنرانی داشته در جمع مداحان و به مناسبت مجدداً به مسائل روز کشور و مهمترین مسئله کشور، یعنی شرایط نه جنگ نه مذاکره، نه جنگ نه صلح و شرایط تعلیق اشاره کرده. قبل از اون اجازه بدید به یکی از حاشیه‌هایی که به نظر من متن این مراسم بود اشاره بکنم، چون فکر میکنم این حاشیه مهمی بود. یکی از مداحان، خب مراسم 3 ساعت طول کشید، فضا پر از به اصطلاح شور سطحی انقلابی تولید شده توسط مداحان بود، پر از تملق، چاپلوسی، مدح و ثنا و ستایش یک رهبر قدر قدرت. در طول این 3 ساعت یکی از مداحان که از خطه خوزستان ظاهرا آمده بود به یکی از مشکلات این استان، یعنی مسئله ریزگردها، سعی کرد اشاره‌ای بکنه، به اصطلاح خودش از این مراسم محملی بسازه برای طرح یک مسئله و مشکل، اما همون هم با واکنش آقای خامنه‌ای مواجه شد. ایشون این مشکل و این مسئله رو کوچکترین مشکلات کشور توصیف کردند، اما همچنان تأکید کردند که کشور در مسیر پیشرفت در حال حرکته. مقوله‌ای که و ادعایی که با جمع‌بندی خیلی عظیم کارشناسان در داخل کشور همخوان نیست. نه کارشناسانی که ضرورتاً مخالف آقای خامنه‌ای و منتقد ایشون باشند، بلکه حتی اون بخشی که میشه اونها رو در اردوگاه قائلان به جمهوری اسلامی و نظام سیاسی ولایت فقیه اونها رو تصنیف و دسته‌بندی کرد، هم هشدار میدن و زنگ‌های خطر رو به صدا در آوردن. اما خب آقای خامنه‌ای به نظر میاد که چندان جدی نمیگیره. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی که تحلیلش موضوع این برنامه هست، در مورد مقاومت ملی
یکی از کلیدواژه‌هاش مقاومت ملی است و تاب‌آوری و ایستادگی در مقابل انواع فشارهای سلطه‌گران. حالا در مقابل این انواع فشارها ایشون توضیح خواهد داد، من هم تحلیل رو عرض خواهم کرد. اما این کلیدواژه مقاومت ملی یک و تاب‌آوری و ایستادگی در مقابل انواع فشارهای سلطه‌گران حکایت از تاکتیک، دست کم اگر نگم راهبرد، هرچند معتقدم راهبرده، اما در کوتاه مدت اگر بخوایم محتاطانه تحلیل بکنیم، حکایت از این داره که در کوتاه مدت آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بناش مقاومت کردن هست، عدم مذاکره و رفتن پای میز چانه زنی است و معتقده که با ایستادگی و تاب‌آوری میتواند از این مرحله جان سالم به در ببره و از اینکه هویتش رو ببازد بر سر میز مذاکره به قول خودش و به زعم خودش جلوگیری کنه و اجتناب بورزد. خب منتها یک مسئله‌ای که آقای خامنه‌ای اینجا اضافه کرد امروز به نظر من این پسوند یا وصف ملی است که به مقاومت اضافه کرد، یعنی تلاشی که جمهوری اسلامی به نظر میرسه بنا داره که انجام بده برای به خط کردن گروه‌های بیشتری از شهروندان پشت سر خودش با ابزارهایی که در اختیار داره. این نکته ماجراست. از اون ای ایران بخوان در شب عاشورا با آقای محمود کریمی تا ای وطن در مراسم فاطمیه تا امروز که آقای خامنه‌ای از مقاومت ملی صحبت میکنه، یعنی بنای جمهوری اسلامی بنابراین است در جمهوری اسلامی که مقاومت صورت بگیره، تاب‌آوری افزایش پیدا بکنه. از چه مسیری؟ از مسیر ملی کردن مقوله مقاومت، به اصطلاح همگانی کردن و عمومی کردنش. و اینجاست که آقای خامنه‌ای روی مسئله جنگ روایت‌ها و تبلیغات تأکید میکنه و نقش رسانه رو برجسته میکنه. این نکته کلیدی و اساسی است که اینجا آقای خامنه‌ای داره روش انگشت میگذاره و به نظر من دستور کار کوتاه مدت جمهوری اسلامی است در بازه زمانی پیش رو. ملی کردن امر مقاومت اصله. برای کسانی که میخوان تصمیم بگیرند در کوتاه مدت چه اتفاقی خواهد افتاد، تأکید بر این ایستادگی، تأکید بر این مقاومت، یعنی جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده است برای فشارهای اقتصادی بیش از این، سقوط بیشتر ارزش پول ملی، تورم بیشتر، فشارهای اقتصادی فزاینده تر، کاهش فروش نفت و به اصطلاح بیخیال گسترش فقر و فلاکت در کشور شدن. معناش اینه. منتها معتقدند که می شود مردم رو به خط کرد پشت سر این چنین مقاومتی با ساختن یک روایت رسانه‌ای. آقای خامنه‌ای در بخش بعدی صحبت‌هاش روی این مسئله تأکید میکنه که امروز مسئله اینها فهمیدند که از راه نظامی و توسل به زور نمیتوانند کاری بکنند، حالا وارد فاز رسانه‌ای و فرهنگی و سیاسی شدن. اونها یعنی آمریکا و اسرائیل. میگه گاهی فشار نظامی است مانند آنچه ملت در دفاع مقدس دید و در ماه‌های گذشته نوجوانان و جوانان هم مشاهده کردند، اشاره به جنگ 12 روزه، و گاهی هم فشار اقتصادی یا رسانه‌ای و فرهنگی و سیاسی است. یعنی بنای جمهوری اسلامی این نیست که دشواری وضعیت رو بپذیره و میخواد مقاومت بکنه. حالا چگونه این ملی کردن یا همگانی کردن امر مقاومت اتفاق میفته؟ از راه ساختن یک سری روایت ها، از جمله چیست؟ این مدت شنیدید آقا ما در میانه مذاکره بودیم آمدن ما رو زدن. من درباره این توضیح دادم در برنامه‌های قبل. نه، شما در حال اتلاف وقت بودید، وقت کشی بودید. آقای تامباراک اشاره کرد که رئیس جمهور ما یعنی آقای ترامپ میفهمه این رو
که آیا هدف از مذاکره رسیدن به یک توافق یا انداختن توپ در زمین طرف مقابل و وقت کشی است. طرف مقابل متوجه این هست بر اساس تجارب گذشته. روایت دیگری که میسازند چیست؟ این است که بناست ایران رو تجزیه کنند. این روایت دیگری است، ساختن نامسئله ها، که اینجا دست در دست پاره اصلاح طلبان حکومتی هم میدند. یعنی ماشاءالله شمس الواعظین، آقای جلایی پور پدر و پسر به عنوان چهره‌های شاخصی که آمدن به میدان، و آقای عطاالله مهاجرانی و دیگران که آمدن دست در دست آقای خامنه‌ای مشغول تولید نامسئله شدند. 3 نامسئله اساسی. این ملی کردن مقاومت، ملی کردنش از راه این کارت ها، این قلم به مزدان اجاره‌ای داره اتفاق میفته. وطن پرستان 12 روزه که یک باره یاد وطن کردند که آقا ما با مسئله تمامیت ارضی مواجهیم، میخوان ایران رو تجزیه کنن. ایران اینترنشناله که مسئول این وضعیته. و سوم آقای شاهزاده رضا پهلوی است که مثلا رفته و وادار کرده که این حمله نظامی صورت بگیره، بدون توجه به اینکه جمهوری اسلامی از دهه 40 شعار نابودی اسرائیل داده، تهدید موجودیتی برای اسرائیل ایجاد کرده، بدون توجه به اینکه آقای خامنه‌ای با افتخار در بیانیه گام دوم انقلاب میگه ما تخاصم رفع ناشدنی داریم با ایالات متحده، بدون توجه به اینکه وزیر خارجه این کشور آقای عراقچی در مجلس گفته است و تصریح کرده است که ما حد اکثر میتوانیم مدیریت تنش بکنیم با آمریکا، مدیریت تخاصم بکنیم. و اینجا آقای خامنه‌ای با توسل به این اهرم ها، به این کارت ها، معتقده که می شود امر مقاومت رو ملی کرد و تاباوری رو افزایش داد و در عرصه های دیگه سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی هم به قول خودش همینطور که فکر میکنه ایشون در عرصه نظامی پیروز شده، در اونجا هم پیروز شد. بنابراین آینده کوتاه مدت انسداده، بنبست، عدم مذاکره است و توجیه کردن از آقای لیلاز تا دیگرانی که عرض کردم نام بردم. اینا همه در خدمت این سیاست پیاده نظام به اصطلاح روایت ساز رهبر جمهوری اسلامی هست. مشخصا هم هیچ نسبتی نه با اصلاح دارن، نه با تغییر دارن، نه با بهبود دارن، نه با دیپلماسی دارن، نه با گشایش. از همه اون اصول عدول کردن. اینا یک دغدغه و یک هدف، اعتماد سازی با رهبر جمهوری اسلامی از مسیر ملی کردن مقاومت. و در نهایت قائل آقای خامنه‌ای در این سخنرانی که آنچه باهاش مواجهه نه یک پدیده چند وجهی است که بخشیش سیاسی است، بخشیش دیپلماتیک، بخشیش ایدئولوژیک، بخشیش اقتصادیه و در ابعاد مختلف بخشیش منطقه‌ای، داره در معرض فشار قرار میده کشور و مردمان این سرزمین رو، بلکه خلاصه میکنه ارزیابی خودش رو از وضعیت فعلی در اینکه این فشار تبلیغاتی دشمنه، نه بیشتر از این. و جالبه به یک نکته اشاره میکنه که حاکی از وحشتی است که ایشون پیدا کرده از تغییرات شگرف جامعه ایرانی. یعنی به خاطر وجود تهدید خارجی ناگزیر شده حکومت یک قدری فشار رو از روی جامعه برداره در زمینه آزادی‌های فردی و اجتماعی، یک باره با فوران مطالبات جامعه در حوزه سبک زندگی، دیگه نه فقط حجاب، در حوزه تبعیض، نه که حالا فیلترینگ رو برداریم، ما مردم یاد گرفتیم فیلترینگ شما رو چگونه دور بزنیم، اما در مورد اینکه شما به نور چشمیاتون خط سفید بدین بهتون اجازه نمیدیم، شما رو سکه 1 پول میکنیم در رسانه. کسی نتواند سر بلند بکنه با افتخار بگه من از جمهوری اسلامی خط سفید گرفتم. اینا به وحشت انداخته این تغییرات و ایشون
از توطئه دشمن و حمله دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران صحبت میکنه. این مسئله خیلی مهمی است. از تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی صحبت میکنه. چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی در خیابان شکست به اصطلاح واضح و آشکاری رو خورده و نمیدونه چی کار بکنه. این تحلیل رو ارائه میده، باز نسبتش میده به دشمن، نه یک جامعه ای که منظومه ارزشیش متحول شده، و میگه اینا دنبال تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی هن. حالا تاریخ ایران برای اینا مهم شده، فرهنگ ایران برای اینا مهم شده، چیزایی که سالها به صورت سیستماتیک باهاش مبارزه کردند، نادیده گرفتند، تحقیر کردند، حالا امر ملی امر مهمی شده و نگران اینن که این هویت به تاراج بره. و این هویت رو به کجا گره میزنن؟ حلقه های وصلش مقوله هایی است مثلا چی؟ حجاب. که حجاب فقط یک مقوله دینی نیست، یک مقوله هویتی، تاریخی و فرهنگی است. این هم یک نکته. پس ارزیابی ایشون از اوضاع این است که ما در یک عرصه دیگری، در یک میدان دیگری مشغول جنگیم، میدان جنگ تغییر هویتی، فرهنگی و تاریخی. از چه مسیری؟ از مسیر رسانه داره دنبال میشه، غربی ها دنبالش میکنن و میرسه به این که خب حالا ما چی کار کردیم؟ اگه خاطرتون باشه برای اینکه شما با یه رهبری مواجهید، اگه خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای سابقاً در مورد کارنامه خودش وقتی صحبت میکرد به حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف همسایه و منطقه اشاره میکرد. همیشه از امنیتی که این راهبرد عمق استراتژیک به وجود آورد. یه عده‌ای هم پیاده نظام در قالب روزنامه نگار و مطبوعاتچی به اصطلاح اینا همین رو تکرار میکردن. اما حالا در حقیقت صحبتی که میکنه اذعان و اقرار به این است که ایشون بسیاری از کارتاشو دیگه از دست نداده. دستاورد ایشون الان چیه؟ چی رو به عنوان دستاورد برون مرزی داره معرفی میکنه، میفروشد به خیل مخاطبان حاضر در حسینیه‌اش. خیلی که میگم تعداد زیاد نسبت به مساحت حسینیه است. چی میگه؟ گسترش مفهوم و ادبیات مقاومت. دیگه نه اینکه ما هستیم، ادبیات مقاومت و مفهوم مقاومت به کشورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر رو واقعیت خواندند و گفتند که برخی کارهایی که دشمن با ایران و ملت ایران کرد با هر کشور دیگری میکرد آن ملت و کشور کن فیکون میشدن. خب اینها رو داشته باشیم. اما اشتباه محاسباتی به باور من مهلکی که داره آقای خامنه ای مرتکب میشه چیه؟ ایشان معتقده که احتمال درگیری نظامی دیگه وجود نداره و مسئله همونطور که گفتم صرفا یک جنگ سیاسی تبلیغاتی است، هوچیگری است به قول ایشون، و حمله نظامی در راه نیست، پیش رو نیست. این واقعیت رو که مرتباً کارشناسان تأکید میکنند، به نظر میرسه آقای خامنه‌ای با یک گسست تام و تمام داره. این عبارت ایشون اینه. البته برخی مرتب احتمال تکرار درگیری نظامی را مطرح میکنند و بعضی هم عامدانه در این موضوع میدمند تا مردم را دل به شک نگه دارند و دلهره ایجاد کنند که انشاءالله موفق هم نمیشوند. خیلی روشن معتقد اینا برای دل به شک انداختن مردم یا به شک انداختن مردم، دل به شک کردن مردم و ایجاد دلهره است. جدی نیست. این اشتباه محاسباتیه. اینجاست که طولانی شدن وضعیت تعلیق، احتمالات ارتکاب این اشتباهات محاسباتی و ترتیب اثر دادن و برداشتن قدم‌های غلط مبتنی بر این دست کم گرفتن میدان وجود داره.
در حالی که بلافاصله بعد از این سخنرانی به فاصله چند ساعت ما دیدیم صحبت‌های آقای ترامپ رو دیگه نه فقط در مورد بازسازی توان هسته‌ای بلکه در مورد بازسازی توان موشکی هم هشدار داد. پارلمان اسرائیل بودجه دفاعیش رو بالا برده. در اسرائیل صحبت از این میشه که آسیب‌ها به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به اندازه کافی نبوده، مشخصاً برنامه موشکی، و ایران مجددا رفته در صدر، اما آقای خامنه‌ای اینا رو جدی نمیگیره، معتقده که جنگ 12 روزه کافی بوده. همین تصور غلط رو ایشون در فروردین همین امسال 1404 هم داشت، اما بعد جنگ 12 روزه اتفاق افتاد. گفتن که اوضاع امنه و مشکلی نیست. حتی در اون خطبه نماز عید فطرشون هم آمدن و گفتند که مسئله این است که غربی ها در به لحاظ نظامی غلطی نمیتونن بکنن به قول خودشون، اما در داخل اگر شرارتی بکنن برخورد میشه. یعنی فکر میکردن که در داخل به قول خودشون اعتراضاتی رو سازماندهی خواهند کرد، اما خب اون اشتباه محاسباتی روشن شد. الان دارن باز دوباره همون اشتباه محاسباتی رو تکرار میکنند و بعد جالبه محدودش میکنن به هوچیگری تبلیغاتی و رسانه‌ای کشورهای غربی، توطئه‌های آمریکا برای برخورد در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای، و چند نفر مزدور وطن فروش ساکن اروپا. حالا من نمیدونم چرا فقط به اون ایرانیان ساکن اروپا اشاره کردن، به آمریکای شمالی، به کانادا و آمریکا اشاره نکردم و اونا رو معاف کردم. من متوجه نشدم. به هر حال لابد اشاره به شخص معینی یا جماعت معینی داره. به هر حال اما رسیدن به خب حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ به اصطلاح راهبردمون چیست؟ راهبرد اینجا دقیقاً نقطه مقابل اون ادعایی است که در ابتدای سخنرانی، یعنی مقاومت ملی، مطرح میشه. راهبرد این است که راهبرد جماعتیه، گروهی، طایفه‌ای، قبیله‌ای، نه ملی، نه فراگیر. میگه که من به نقل از وبسایت ایشون که خبر این سخنرانی کار کرده میخونم: رهبر انقلاب ایستادگی در مقابل جنگ تبلیغاتی و رسانه غرب را دشوار اما کاملا ممکن دانستند و گفتند در این مسیر چجوری میخوایم مواجهه بکنیم؟ پس جنگ نظامی نیست، این یک اشتباه محاسباتی. جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی حالا همینجا هم راه حل ملی و فراگیر نیست. در این مسیر مداحان هیئت‌ها را به کانون‌های پایبندی به ارزش‌های انقلاب تبدیل کنند و با قدردانی از اقبال نسل جوان به مداحی و هیئت، کدوم نسل جوان؟ بر اساس کدوم پیمایش؟ چه داده‌ای به ایشون داره منتقل میشه؟ این نسل عزیز را در مقابل اهداف دشمن لجوج و خبیث و دارای امکانات مسئول نمایند. بر اساس کدوم پیمایش جوانان؟ اگه منظور جوانان مذهبی و هیئتی و ارزشی و حزب اللهی و بسیجی است که اونا روشن تعدادشون چیه، در اقلیتند. علاوه بر این که در اقلیتند، راه حلی که متمرکز بر اینا باشه دیگه راه حل مقاومت ملی نیست، مقاومت جماعتی و طایفه‌ای است. خلاصه این سخنرانی اگه بخوام اصارش رو عرض بکنم مبتنی بر ندیدن واقعیت. بلایی و آفتی که رهبرانی و دیکتاتورهایی که به صورت دراز مدت یک کتازن در عرصه سیاسی و صحنه سیاسی و قدرت بهش مبتلا میشن. یک دچار توهم کنترل میشن، باورشون میشه که میتونن محیط، بحرانها و حتی مردم رو با تصمیم خودشون کنترل کنن. فکر کنم مهندسیه، ما به مده‌ها بگیم این کارو بکنید، این اتفاق میفته. این میشه مقاومت ملی. و این توهم دقیقاً که باعث میشه آقای خامنه‌ای امروز نادیده بگیره خطاها رو، واقعیت‌ها رو نبینه و مرتباً القا بکنه که وضعیت آقا تحت کنترله. مسئله نظامی پشت سر گذاشتیم و این رو اگر دقت کرده باشید مرتباً این سرداران سپاه سعی میکنن اینو بگن که به لطف مدیریت حکیمانه رهبر جمهوری اسلامی
اوضاع به سرعت تحت کنترل درآمد. آخه اگه فرمانده کل قوایی نتواند در همین حد بعد از 3 دهه هم خودش رو جمع و جور بکنه در مواجهه با حمله دشمن، که خب دیگه برای چی میخوایم اینو؟ این چه این فرمانده ای؟ مسئله دوم سندروم قدرته. علاوه بر اون توهم کنترل، مسئله سندروم قدرته. این طولانی ماندن در قدرت باعث میشه که آقای خامنه ای و امثال او بازخوردهای واقعی، فیدبک‌های حقیقی دریافت نکنن. نظر خودشون رو درست‌تر از نظر کارشناسان میدونن. یعنی میبینید دیگه، کارشناسان خیلی عظیمی از کارشناسان چی دارن میگن در مورد بحران‌هایی که دیگه داره به فاجعه تبدیل میشه. آقای خامنه ای یک تنه ایستاده میگه نه، نظر من درست‌تر از نظر این کارشناس، و مخالفان رو در 3 گروه دسته‌بندی میکنن. بیشتر از 3 تا نیست. یا نادانند و جاهلند، یا دشمنند، یا اینکه بدخواه و سیاه نمان. یعنی حسادت میکنن به شخص ایشون مثلا. بنابراین اینجا انکار خطر یک مکانیزمی است برای چی؟ در ذهن این رهبر مادام العمر و یک کتاز، برای حفظ یک تصویر ذهنی از شکست ناپذیری، اینکه شکست در کار ما نیست. خب اینجا یک خودفریبی سیاسی و سوگیری شناختی داره اتفاق میفته. یک سوگیری تأییدی وجود داره اینجا که آقای خامنه ای ظاهراً فقط اطلاعاتی رو پذیراست که با باور خودش منطبق باشه. همین واکنشی که ایشون به مسئله ریزگردهایی داشت که در آغاز برنامه اشاره کردم، اون مداح بهش پرداخته بود. یک خودفریبی سازمانی و سیستماتیک هم در سیستم وجود داره که مشاوران ایشون ظاهراً از ترس اینکه موقعیت خودشون از دست بدن فقط اخبار خوب رو به ایشون منتقل میکنن. و یک خوشبینی افراطی، شاید اون ویدیو رو دیده باشید از آقای خامنه‌ای که یکی در جمع خانواده های شهدا، یکی از این دختران جوان به ایشون انتقاد میکنه یا به عملکرد نظام انتقاد میکنه در برخورد با فسادها و اختلاسها و بی‌عدالتی‌ها. ایشون با لبخندی میگه همه اینا طبیعیه، همه اینا طبیعیه، با یک اطمینان خاطر، یک خوشبینی افراطی. و ایشون ظاهراً باورش شده که همه چیز درست خواهد شد و معتقده که این شواهد خلافی که دارن دیگران ارائه میدن یا به خاطر جهلشونه، نمیفهمن. ایشون از یک افق بالاتری داره به مسئله نگاه میکنه. همین الان اگه نگاه بکنید در اینستاگرام، در یوتیوب، این ارتش سایبری ایشون، توییتر، شما اگه از این حرفا بزنید بلافاصله میان میگن یعنی تو بیشتر از ایشون میفهمی؟ بله من بیشتر از ایشون میفهمم. چیز عجیب غریبی که نیست که. بله میگم من نوعی رو دارم عرض میکنم. اون کارشناسی که داره انتقاد میکنه کارشناس این رشته است. بله او بیشتر از آقای خامنه‌ای میفهمه، من نوعی بیشتر از او میفهمم، یا ممکنه که بفهمم. مسئله بعد اینه که یک محیط غیر شفاف و غیر پاسخگویی احاطه کرده کشور رو. یعنی ما رسانه مستقل نداریم. دیدید رئیس صدا و سیما 3 روز قبل میگه که در زمینه سقوط F-35 ما دروغ گفتیم، نهاد نظامی به ما دیکته کرده بود. حالا دیکته کرده بود، من میگم در حقیقت دیکته کرده بود. نظارتی وجود نداره. مجلس خبرگان نقش نظارتی خودش کشیدن آقای خامنه‌ای پای میز استیضاح رو انجام نمیده. این کارنامه هر جای دیگر دنیا فرمانده کل قوایی اگر در عرض کمتر از یک شبانه روز 30 تا 40 فرمانده ارشد نظامیش رو از دست داده بود، خودش باید استعفا میکرد اگر کشوری بود که پاسخگویی و نظارت وجود داشت. در این نظام آقای خامنه‌ای نمیخواد بپذیره که شکست خورده سیاستاش، هزینه‌های سنگین و پیامدها و تبعات شکستش نمیپذیره و انکار شکست الان برای آقای خامنه‌ای به یک ضرورت برای بقا تبدیل شده. به یک ضرورت برای بقا تبدیل شد. به علاوه توهماتی که ایشون فکر میکنه که منجی ملت ایرانه، منتقدان رو همه رو دشمن یا تحت تاثیر دشمن میدونه، نمیخواد بپذیره که شکست خورده
و به یک مگالومانیا مبتلاست، به اصطلاح به یک خود بزرگبینی مبتلاست، یک هویت قهرمانی از خودش ساخته، قهرمان جهان اسلام، یا برای ساختن و اعتراف به اشتباه رو تهدیدی میبینه برای این تصویر. پیامداش چی میشه؟ به نظر من آینده کوتاه مدت دست کم روشنه. این تصمیم ایشون برای مقاومت به قول خودش ملی و تاباوری و ایستادگی، اشتباه محاسباتی محدود کردن مسئله به جنگ روایت ها و جنگ تبلیغاتی و محدود کردن راه حل هم به یک راه حل فرقه‌ای و جماعتی، یعنی راه حل هم فراگیر نیست، فقط مختص مداحان و ارزشی ها و حزب اللهی ها و پامنبری ها و هیئت ها و تکیه هاست، نه عموم مردم. یک رشته دیگری و یک سلسله دیگری از تصمیمات اشتباه و پرهزینه رو رقم خواهد زد. فرصت‌های اصلاح یکی پس از دیگری داره از بین میره. بحران‌ها همونجور که داریم می‌بینیم در عرصه اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری، تورم، ناترازی‌ها روز به روز داره تشدید میشه، هم داخلی هم خارجی. دیگه شما ببینید یک کشوری مثل لبنان بعد از این همه سال وزیر خارجش دعوت آقای عراقچی برای سفر به تهران رو نمیپذیره، میگه ما در یک کشور ثالثی ملاقات کنیم. بی‌اعتمادی مردمی که ترجیح میدن اخبار رو از رسانه‌های دیگری بگیرن تا اخباری که نظام جمهوری اسلامی و تریبونش، رسانه ملیش یا میلیش، منعکس میکنه، و یک فروپاشی محتومی که بسیاری از کارشناسان در موردش صحبت میکنن، اما خب آقای خامنه‌ای منکر اینه، خیلی راحت اینو انکار میکنه. حالا کشورهای دیگه دنیا ما لازم نیست چرخو از اول اختراع بکنیم. چگونه مواجهه کردند، رویارو شدند با این مشکل و حل کردن؟ رسانه آزاد، چیزی که در جمهوری اسلامی خط قرمزه. سیستم پاسخگویی و نظارت، فعال کردن مکانیزم هایی در همین چارچوب. من نمیگم اصلا حالا ما در مورد برای کسانی که معتقد به جمهوری اسلامی هستند، من که معتقد نیستم، اما حداقل این جمهوری اسلامی اون سازوکار نظارت و پاسخگو کردن رهبرش رو فعال بکنه. این مجلس خبرگان بپرسه آقا تو چه کار کردی با این کشور، با اقتصاد این کشور؟ حداقل بپرسه، شاید ایشون توضیحات قانع کننده داشته باشه، من که فکر نمی کنم. گردش قدرت و نه اتکا به نظارت استثبابی، نهادهای علمی و مشورتی مستقل، نه کسانی که و نهادهایی که داده های فرمایشی میسازن، کارشناسان بفرموده مثل فؤاد ایزدی و عبدی و خراتیان و دیگران. فرهنگ این که آقا اعتراف به خطا و بازگشت از مسیر. شما این آقای ترامپ رو نگاه بکنید، هیچ ابایی نداره از این که از حرفش برگرده، یا دیگر رهبران دنیا. اگر مسیر اشتباه باشه ما بنا نیست تا پایانش رو سینه خیز بریم، استراتژی خروج باید داشته باشیم. و اینا باعث میشه، یعنی شما رسانه آزاد داشته باشید، تقسیم قدرت، رسانه‌ای که و نهادهایی که پاسخگو میکنن، دسترسی آزاد به اطلاعات، همه اینها دست به دست هم میده تا این وضعیت انکار که همه آدم ها بهش مبتلا میشن، اما در مورد رهبران خطرناکتره، به صورت طولانی مدت و مزمن و دیرپا در نیاد، یک جایی متوقف بشه. چیزایی که در کشور ما وجود نداره و ساختار حکومت دینی اساساً باهاش سر سازگاری نداره، چون معتقد به جای دیگری وصله. به قول آقای حسنزاده آملی، گوش رهبر به دهان امام زمانه. اگه این چنین تصوری داشته باشه اصلا این معنی نداره دیگه. ایشان یک رهبر مسدد، مؤید، مورد تایید، کمی ها و کاستی های تصمیماتش جبران میشه از یک منبع دیگری که ما شهروندان عادی بهش دسترسی نداریم. بنابراین ایشان نیاز نداره به ما پاسخگو باشه. و حالا اگر نتیجهش فاجعه بار بود، در آخرت ما پاداشش رو میبینیم. حالا در دنیا ما یک سری مصائبی و ابتلاعاتی وجود داره، این روایتی است که آقایون دارن، یا به قول آقای خمینی در نهایت ما به احدی الحسنیین میرسیم، به یکی از دوتا خوبی، یا در این دنیا بر دشمن پیروز میشیم و این یک
نصری است، یک آورده است، یا اینکه کشته میشیم در آخرت پاداشش رو میگیریم به عنوان شهید. اما این منطق حکمرانی نیست. آقای خامنه ای نسخه به اصطلاح کپی برابر اصل همین ایده های آقای خمینی است و نمونه یک رهبر جهادی است که به نظرم حداقل در کوتاه مدت این صحبت ها و این اظهارات ایشون، این ذهنیت ایشون، این گسسته ایشون از واقعیت حاکی از این نیست که ما بناس به مذاکره ای، گفتگویی، سازشی و رفع تنشی برسیم. اگر این برنامه رو پسندیدید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بگذارید، در کانال سابسکرایب بکنید، از دوستانتون هم بخواید که در کانال سابسکرایب بکنن، لطف کنید برنامه رو لایک بکنید اگر پسندیدید و در قسمت کامنت ها حتما نظرات ارزندتون رو درج بکنید. بنده استفاده خواهم کرد. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدار شما، به امید روزهای روشن برای ایران و ایرانیان.